برای رسم الگوی یقه مردانه ما احتیاج به 2 تا اندازه داریم، حلقه گردن جلو و حلقه گردن پشت، که این 2 تا اندازه رو باید روی خود الگو اندازه گیری بکنیم. اندازه گیریش به چه صورته؟ با استفاده از متر ایستاده از سرشانه تا خط مرکزی این 2 تا اندازه رو ما باید اندازه گیری بکنیم. برای مثال حلقه گردن جلو برای من 12 و حلقه گردن پشت 10 که مجموع اینها با هم دیگه میشه 22. ما به این عدد برای رسم الگوی یقه احتیاج داریم. شامل دکمه خور نمیشه، یعنی وقتی که ما میخوایم حلقه گردن جلو و پشت رو اندازه گیری بکنیم مجموع این عددش نباید دکمه خور هم شاملش بشه. یعنی من الان وقتی که این دوتا رو با هم اندازه گرفتم مجموع شده 22 من 2 سانتم جای دکمه خور داشتم، در نتیجه من این 22 رو منهای 2 میکنم. حالا دکمه خور شما هر چقدر که بود اینجا باید ازش کم بکنید. اگه 3 سانت بود 3 سانت، اگه که 2.5 بود 2.5، هر چقدر که بود ازش کم میکنید. 22 منهای 2 میشه 20. پس این عدد ما با این عدد احتیاج داریم. اول 2 تا خط عمود بر هم رسم میکنیم. اسم این نقطه رو من میذارم نقطه 0. اندازه 0 تا این خط که ما میخوایم شماره 1 بذاریم باید اندازه همون مجموع حلقه جلو و پشت باشه که برای ما شد عدد 20. در نتیجه اینجا باید 20 سانت باشه. فاصله 0 که برای من حدودا اینجا میشه. پس این نقطه میشه شماره 1. از شماره 0 به اندازه 3 سانت بالا میایم. این 3 سانت عدد ثابته. من این قسمت رو شماره گذاری میکنم نقطه 2. از شماره 2 به اندازه 2 سانت اینها همه عددهای ثابتی هستن، یعنی این قسمت رو هم میذاریم شماره 3. از شماره 3 دوباره به اندازه 4 الی 5 سانت بالا میریم که عدد 4 یا 4.5 عدد مناسبیه. این قسمت هم میذاریم شماره 4. پس شد 3 سانت، 2 سانت و این قسمت هم 4 تا 5 سانت. برای شماره 1 اندازه 1 الی 2 سانت. همیشه بین عددهایی که مثلا میگیم 1 تا 2 سانت وسطش رو در نظر بگیریم. حالا من اینجا میگیرم 1.5 بالا میایم. این قسمت رو هم میذاریم شماره 5. از شماره 5 به اندازه 3 سانت بالا میریم. این نقطه رو هم میذارم شماره 6. خب بین شماره 0 تا 1 ما الان باید دقیقاً 0 رو به 5 وصل بکنیم، ولی خب نمیتونیم یه خط صاف بکشیم. میایم فاصله بین 0 تا 1 رو تقسیم بر 2 میکنیم، عدد وسطش رو به دست میاریم. تا اینجا باید نقطه یعنی 0 باشه، ولی از این نقطه تا شماره 5 این خط نرم میکشیم که میتونیم وسیله پیستوله یا خط کشای منحنی دیگه ای که داریم این خط رو رسم کنیم به این شکل. و حالا از شماره 2 تا همین نقطه که ما به دست آوردیم خط صاف میکشیم. یه خط صاف میکشیم و حالا این نقطه رو باید به 6 با هلال نرم وصلش بکنیم. اگر که این خط کشا همراهتون نیست میتونیم با اول ترجیحتون این باشه که با مداد خط رو بکشیم و بعد با دست این رو طراحی کنیم به این شکل. حالا ما توی این مرحله ما موقعی که داشتیم فاصله یعنی حلقه جلو و پشت داشتیم اندازه گیری می‌کردیم دکمه خور روش ما لحاظ نکردیم. حالا دکمه خور باید توی این مرحله به یقه ما اضافه بشه. از نقطه 5 هر مقدار دکمه خوری رو که لحاظ کرده بودیم همین خط رو با همین شیب ادامه میدیم و اون دکمه خور رو لحاظ می‌کنیم. برای مثال من دکمه خورم 2 بوده، با همین شیبی که من اینجا کشیدم من ترجیحم اینه که اول با دست یا با مداد بکشم. خب به فاصله 2 سانت من دکمه خورم 2 سانت بوده. اینجا میشه نقطه 7. از شماره 5 بیرون میایم میشه 7 و نقطه 6 اندازه نیم سانت داخل میشیم و این دکمه خور رو به این هلال میکنیم. حالا شما هلالتون نباید خیلی تیز باشه، نباید خیلی حالا منحنیش دایره‌ای شکل باشه، چون ما همین قسمت رو هر شکلی که در واقع اینجا بکشیم همین رو باید بدوزیم و یه جوری باشه که موقع دوخت دچار مشکل نشیم. حالا این قسمت رو هم من دوباره با دست
اصلاحش میکنم. پس شد از نقطه 5 اندازه دکمه خور بیرون میای، از نقطه 6 نیم سانت داخل میشی و این قسمت رو هلالش رو طراحی میکنیم. حالا تو این مرحله ما فقط اومدیم پایه یقه رو اومدیم رسم کردیم، چون یقه های مردونه 2 تیکه هستن. برای این کار همین خطی که ما اینجا از یک داشتیم رو دوباره عمود میکنیم به سمت بالا. از نقطه شماره 3 تا همین وسط 0 تا 1 که همینجا بالا اومدیم و خط صاف رسم میکنیم. تا حدودش رو بکشم. صاف رسم میکنیم و از این نقطه به همون نیم سانتی که داخل شدیم باید هلال کنیم. یک هلال نرم، نه خیلی تیز و نه خیلی خط صاف، به اون نیم سانت. تاکید میکنم به خود عدد 6 نه، به همون نیم سانت باید اضافه کنیم. خب حالا خط 4 رو دقیقاً یک خط راست، نقطه شماره 4 رو یک خط عمود دوباره صاف میکشیم به خود همین خط این قسمت. حالا باید این نقطه‌ای که اینجا به دست میاد رو به خود نیم سانت داخل 6 این خط رو رسم میکنیم. خب پس این قسمت میشه برگرد یقه و این قسمت میشه پایه یقه. خب نکته که وجود داره، این پهنای برگرد یقه ما همینقدر، یعنی استانداردش به این شکل، ولی گاهی اوقات توی حالا مدل های فشن تر و یا اینکه میخواین خودتون پهنای یقه بیشتری رو دوست دارین که انجام بدین، میتونین از این خط بالا برین، یعنی هر چقدر که میخواین به این نقطه اضافه بکنید و از اینجا به 4 وصلش بکنید. این کاملا سلیقه‌ای هست. ولی این و اینکه موقع جداسازی الگو باشه این قسمت باید دورریز باشه، این قسمت هم باید دورریز باشه الگوی ما، و این 2 تا قسمت باید روی دوره بسته پارچه برش بخوره. و ما اینکه برای هر کدوم از اینها احتیاج داریم که 2 بار برش بزنیم، یعنی یک بار روی خود یقه میشه و یک بار هم میشه سجاف یقه ما. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین و خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب کنید.